سلام، به آزادی آنلاین خوش آمدید. بازنشر کتاب تاجیکان باباجان غفوروف که به نشریات معاصر در دوشنبه بیش از 13.5 میلیون دلار فایده خواهد آورد، بحث زیادی را در سامانه رادیوی آزادی برپا کرد. این چاپخانه قبلا به شرکت فراز تعلق داشت و پول نشر کتاب را از بودجه دولت می‌دهند. بسیاری ها طرز برگزاری مزایده یا تندر و برنده شدن یک شرکت نزدیک به پیوندان رئیس جمهوری تاجیکستان را در آن تنقید کردند. خواننده که نامش را نگفته است در سامانه رادیوی آزادی می نویسد به جای صرف اینقدر پول بودجه کتاب را در اینترنت گذارند کافی است. او گفته است به بیگ صبور سفارش دهند که سرعت اینترنت را زیاد و نرخ را ارزان کند. کسی می خواهد به اینترنت در آمده به حضور کتاب خواند. ما قریب در نیمه عصر 21 زندگی داریم. سلمان در سامانه رادیوی آزادی این طرح را یک وسیله به دست آوردن فایده بدون مهنت دانسته است، وگرنه به باور او کسی در فکر کتاب و سواد مردم نیست. شرح او را می‌خوانیم. حالا حکومت و جانبدارانش صدها بار منت میکنند که به شما بی پول کتاب چاپ کرده دادیم. اصل واقعه این است که اینها پروای کتاب و خلق ندارند. این یک راه پول کارکنی از حساب خلق و بودجه ملی است. کاربر دیگر که نامش را نگفته است این را اسراف پولهای بودجه دانسته و افزوده است بهتر بود به جای آن چند مکتب می‌ساختند. شرح او چنین است: با 13 میلیون دلار بیش از 100 مکتب ساختن ممکن است. وقتی که شکم گرسنه است و کار نیست، تاریخ به کی در کار است؟ در حالی که مقامات تاجیکستان میگویند این کتاب به هر خانواده بی پول داده می شود، خواننده شبهه کرده و گفته است رادیوی آزادی حالا تا آخر تحقیق کنید کتاب ها را تقدیم نه بلکه به هر یک عائله مجبوری می فروشند. خواننده دیگری هم گفته است بودجه دولت پول خلق است و یگان کتاب به یگان کس نباید تحفه شود. هر کسی کتابخوان است باید خودش خرد. پرابلم های تاجیکستان بسیار است، پول را باید برای جمعیت صرف کرد. عین زمان آنهایی نیز هستند که از مطرح شدن این مسئله ناراحت شدند. یکی از آنها میگوید صد افسوس همه چیز را از نگاه تنقیدی میبینید. فیض هم نوشته است حالا آنکه کتاب رایگان تقدیم می شود، رادیوی آزادی در این خیر هم کمبودی می‌یابد. در شرایط تاجیکستان با نظرداشت اقتصاد خرد کشور و هم تاثیر پاندمی، چنین سفارش دولتی با چنین مبلغ یک طرح کلان به حساب می رود. برخی از شهرنویسان پیشنهاد کردند که در این دوره بهتر بود به هر یک عائله کم بضاعت کمک مالی می‌کردند. کاربر با نام رمزی جوردیده میگوید اول شکم مردم را سیر کنید، نرخ و نوا را به تنظیم درآورید. مردم برای یافتن یک تکه نان سرسان و سرگردان است. از کجا وقتی کتابخوانی دارد؟ چرا نرخ بازار را نگاه نمی کنید؟ نخواد یک کیلو شکر 8 یا 9 سامانی باشد. کمی غم مردم را هم خورید. شما در این باره چی نظر و پیشنهاد دارید؟ به ما نویسید و یا در ویدیو ثبت کنید و بفرستید به تلفنی که میبینید. واتساپ و وایبر و تلگرام و ایما دارد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.